سلام به دوستای عزیزم، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه توی چنل من. اگر منو نمیشناسید و این اولین ویدیویی که دارید از من میبینید، من بهارم و توی چنلم راجع به موضوعات توسعه فردی و گاهن روابط صحبت میکنم. موضوع ویدیو امروز و چیزی که خیلی دلم میخواست راجبش صحبت بکنم، به خاطر اینکه بارها توی زندگی شخصیم از دوستام یا حتی اتفاقی که برای خودم پیش اومده و توی مشاوره هام همیشه یک موضوع پرتکرار و تموم نشدنیه. یعنی این موضوع همیشه هست. هر چیزی که مثلا مردم آگاهی پیدا میکنن، اوکیش میکنن، این موضوع همچنان یک چالشه، مخصوصا برای دخترها که نمیدونن با این موضوع چطور برخورد بکنن. اونم چیزی نیست جز این که چرا پسرها توی یک سری از موقعیت‌ها یک دختر رو به عنوان پارتنر قبول نمی کنن و بهش تعهدی ندارن، اما اون دختر رو توی زندگیشون نگه میدارن و دلشون میخواد که با اون دختر در ارتباط باشن. یعنی کامل حذفش نمی کنن، همچنان باهاش یه ارتباطی دارن، گاهن حتی باش لاس میزنن، گاهن حتی رفتارهای عاشقانه انجام میدن. یعنی یه جوری که مثلا پارتنر برای پارتنر انجام میده یا یه دوست پسر برای دوست دخترش انجام میده و از اون پسر یک سری رفتارهای این شکلی مشاهده میشه. ولی وقتی که بهش میگی که خب الان تکلیف رابطه چیه، الان من چیکارتم، الان من دقیقاً چیتم، طرف میگه ما به هم تعهدی نداریم و توی رابطه نیستیم. بریم واسه ادامه این ویدیو. اگر که دوست داشتید چنل منو سابسکرایب کنید و اگر ویدیوهامو دوست دارید لطفاً لایکش کنید. خیلی دوستتون دارم. بریم که داشته باشید. همین اول ویدیو بهتون میگم که این مسئله نه تنها برای دخترها بلکه برای پسرها هم پیش میاد، ولی دلیلش یکسان نیست. یعنی دلیل اینکه دخترها یه وقتایی پسرها رو تو آب نمک قرار میدن یا به این دلیله که ازش دارن سوء استفاده مالی میکنن یا به دلایل دیگه. برمیگردیم به اینکه چرا پسرها این کار رو دارن انجام میدن و توی خیلی از موقعیت‌ها برای خیلی از دخترها این اتفاق پیش میاد. ببینید بچه‌ها، موضوعی که شما باید بدونید انرژی زنانه است. انرژی زنانه فقط و فقط مختص به خانوم است. یعنی هیچ مردی این انرژی زنانه رو در خودش و توی زندگیش نداره. و کی اون انرژی زنانه وارد زندگیش میشه؟ زمانی که با یک دختر، زمانی که با خانوم‌های زیادی در ارتباط باشه. حالا این انرژی زنانه چیه که نبودش توی زندگی پسر رو انقدر مهمه، انقدر تاثیرگذاره؟ ببینید بچه‌ها، انرژی زنانه باعث میشه که سر حال باشن، پر انرژی باشن، به کاراشون بهتر برسن، گاهن درآمدشون رو بیشتر میکنه. این دیگه بستگی به اون دختری داره که باهاشون در ارتباط، به انرژی اون دختر داره. هر چقدر اون دختر از انرژی بیشتر و بهتری برخوردار باشه، در واقع کیفیت انرژی زنانش بالاتر باشه، اون مرد بیشتر دوست داره که اون دختر رو توی زندگیش نگه داره. چرا؟ چون انرژی اون دختر رو توی زندگی خودش داره و انرژی اون دختر بهش کمک میکنه توی آروم شدنش، توی انرژی داشتنش، توی سر کار رفتنش، توی زندگیش. به اون انرژی نیاز داره و نمیذاره اون ارتباط کاملا حذف بشه، به خاطر اینکه زمانی که ارتباط ندارن کمبود اون انرژی رو حس میکنه. پس گرفتید چی شد؟ به خاطر وجود انرژی زنانه‌ای که زنها فقط ازش برخوردارن و هیچ مردی این رو خود به خود نداره، پس مردها به زنها نیاز دارن. حالا این دلیل بر این نیست که زنها به مردها نیاز دارن. من اصلا نمیخوام وارد اون قضیهش بشم و اصلا کلا بحث من بحث فمینیستی نیست. صرفا این توضیح پایه رو دادم که معنی انرژی زنانه و دلیل وجود داشتنش رو بدونید و تاثیراتش توی زندگی مردها رو بدونید. مسئله که خیلی 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 باید بهش دقت بکنید انرژی شماست. انرژی شما خلق و خالقه. انرژی شما میتونه مردها رو رشد بده و باعث پیشرفت یک مرد دیگه ای بشه. اتفاقی که میفته و متاسفانه خیلی از دخترامونو دارم میبینم که توی دام این مسئله میافتن که مثلا پسرا رو دوست دارن یا حتی اکسشونه، مثلا میگم اکسشون دیگه نمیخواد باشون در ارتباط باشه، کات میکنه، بعد از یه مدت برمیگرده و میگه من تو رو دوست دارم و حالا به خاطر یه سری مشکلات نمیتونم باهات وارد رابطه بشم یا نمیخوام که باهات وارد رابطه بشم، ولی بیا با هم دیگه دوست معمولی بمونیم. و اشتباهی که دخترها میکنن اینه که چون طرف مقابل رو دوست دارن قبول میکنن، یعنی این درخواستش رو قبول میکنن به امید اینکه
که خب من تلاش خودم بکنم، شاید توی این ارتباط یک جایی به رابطه ختم شد. ولی بچه‌ها موضوعی که هست اینه که شما باید بدونید که انرژی شما رو چه آدمی داره مصرف میکنه. اگر برای یک آدمی انرژی زنانت رو بذاری که اون انرژی رو بهت بر نمیگردونه، از انرژی تو میره، بدن تو مریض میشه، روح تو مریض میشه و تویی که داری ذره ذره خودتو نابود میکنی و تماما اون انرژی رو داری میدی به یک فرد دیگه و اونه که داره از طریق انرژی تو رشدش رو میکنه. ببینید بچه ها، شما این اتفاق زمانی میفته که شما یک فردی رو دوست دارید، به خاطر همین که دوستش داری باهاش مهربونی، نقش پارتنر رو براش داری، نقش رفیق رو داری، نقش مادر رو داری، خلاص آقا تو سختیاش میاد با تو صحبت میکنه، یه جای لنگ با تو صحبت میکنه، عموما حالشون خوبه نمیان اون انرژی رو به شما بدن و صرفا جاهایی که کم میارن میان سمت شما، حالا چه از لحاظ جنسی، چه از لحاظ عاطفی، چه هر موقعی که حوصله‌شون سر رفته. و کلا تو باشی دیگه، تو باشی ولی من به تعهد نداشته باشم، به خاطر اینکه من به انرژی تو نیاز دارم و چه کسی بهتر از تو، تویی که با من مهربونی، تویی که هر جایی که بخوام نقش پارتنر رو برام بازی میکنی بدون اینکه پارتنرم باشی، تویی که هر جایی بخوام نقش مادر رو برام بازی میکنی بدون اینکه به تعهدی داشته باشم، تویی که هر جایی که بخوام نقش رفیق صمیمی رو برام داری ولی من حتی به چشم رفیق معمولی هم نگات نمیکنم، صرفا میخوام داشته باشم، گهگاهی بیام باهات صحبت بکنم و هر جایی نیازت دارم تو هستی. خب تازه من دارم بهت لطفم میکنم، یعنی این قضیه رو میذارن پای این که من دارم به تو لطف میکنم چون تو میخوای که با من در ارتباط باشی، من که اصلا بود و نبود تو برام مهم نیست و شما از اون ور فکر میکنید که آره طرف واقعا داره به من لطف میکنه، در صورتی که این لطفیه که شما دارید به طرف میکنید. شما به عنوان یک دختر انرژی دارید که اون مرد توی زندگیش اون انرژی رو تبدیل به پول میکنه، اون انرژی رو تبدیل به اخلاق خوب، حتی اون انرژی رو استفاده میکنه برای رابطه‌ای که با پارتنرش داره. میدونید چی میگم؟ یعنی انرژی شما رو یه جورایی میکشه و میذاره برای پارتنرش خرج میکنه، برای پارتنرش اخلاق خوب داره، برای پارتنرش محبت میکنه و علنا چیزی به شما نمیرسه. همین موضوع باعث میشه که کمبود انرژی توی بدن شما، توی زندگی شما خیلی از مشکلات روحی، روانی و حتی جسمی رو به بار بیاره و شما دارید با دست خودتون رو نابود میکنید. این نکته رو گفتم که دخترای عزیزی که توی این شرایط هستید، من میدونم و عمیقاً درکتون میکنم که شما چقدر اون طرف رو دوست دارید، چقدر حتی همین بودن نصف و نیمش، چقدر به همین بودن نصف و نیمش حتی دلتون خوشه، چقدر همین موضوع مثلا فکر میکنید که همین موضوع براتون خوشحال کننده است، همین نصف نیمه بودنش. اوکی حتی اگر که منو گردن نمیگیره حداقل باشه، حداقل یه گهگاهی ما دیت بریم، حداقل حرف بزنیم، حداقل اینه که میاد کارهای روزانه‌شو. بعد خیلی از دخترها هستن با افتخار میگن خب نه پسره داره کارهای روزمره‌شو میاد به ما میگه، با ما درد و دل میکنه، احساساتشو با ما در میون میذاره. بله دقیقاً اینا نشونه های پسریه که به شما متعهد نیست اما دلش میخواد که شما رو تو زندگیش داشته باشه، چون احتمالاً شما انرژی خوبی بهش میدید و وجود شما توی زندگیش خوبه، برای خودش خوبه، بهش اعتماد به نفس میده و خیلی فواید دیگه براش داره. اما شما جز این که اون طرف رو دوست دارید که احتمالاً دلایلش هم نامشخصه و حالا یه جایی روش کراش داری، دوست داری، قبلا باهاش تو رابطه بودی، هنوز اون محبت رو نسبت بهش داری، فقط به این دلیله که توی زندگیت نگهش داشتی، نه به خاطر اینکه اون طرف برای من نفعی داره، نه به خاطر اینکه اوکی حداقل داره از انرژی من استفاده میکنه، داره برام یه جاهایی خرج میکنه، یعنی اون انرژی رو به صورت پول و هزینه به زندگی من برمیگردونه، یه جاهایی داره به من محبت میکنه، یعنی اون انرژی که من براش میذارم داره به من با محبت برمیگردونه، به کارم میاد، داره به دردم میخوره. نه، در اکثر موارد اون آدم هیچ فایده‌ای برای شما نداره و فقط همین که هست برای شما یه فایده‌ای حساب میشه. لطفاً ازتون میخوام که اگر توی این شرایط هستید خیلی سریع به خودتون بیاید و بدونید که واقعیت ماجرا چیه. من نمیگم که پسره داره سوء استفاده میکنه ها، اینم بهتون بگم پسرها اکثرا نمیدونن
خودشون هم حتی دلیل این که آقا من چرا این دختر رو نگه داشتم، حالا مثلا میگم شاید مثلا یه سریا بیان بگن که آره طرف به خاطر خودخواهیشه، به خاطر حسادتشه، به خاطر اینکه نمیخواد تو رو با کسی دیگه ببینه. ولی نه، همیشه توی همچین موارد اینجوری نیست که پسر صرفا حسودی میکنه یا دلش نمیخواد که تو با کسی دیگه بری. خیلی وقتا اصلا منش مهم نیست، ولی بازم تو رو نگه داشته و خیلی هم با تو در ارتباط نره، ولی هی میاد اون ارتباط رو حفظ میکنه. اوکی، خودشون هم نمیدونن، ولی این به دلیل اینه که کمبود انرژی شما رو حس میکنن. همینه که یه ذره فاصله میگیره، یه چند روز باهات حرف نمیزنه، بعد دوباره میاد یه تکست میده، یه استوری ریپلای میکنه، یه بیرونی، یه دیدنی هست و این چرخه همجوری تکرار میشه بدون اینکه اتفاق خاصی بیفته. اگر که فکر مثلا الان اینجا بعد از اینکه حرفای منو شنیدید اینجوری که او یارو مثلا داره اصلا سوء استفاده میکنه، چی پیش خودش فکر کرده، اینو بهتون میگم که اصلا خیلی از پسرها از این موضوع اطلاعی ندارن و شاید خودشون هم نمیدونن که دلیلش چیه، ولی همینیه که من دارم بهتون میگم. پسرها ناخودآگاه به اون انرژی زن، به اون انرژی دختری که توی زندگیشون هست، نه فقط یک دختر، تمام دختر، یعنی هر چقدر دختر بیشتری تو زندگی اونا باشه و دخترای های لول تری با کیفیت تری مخصوصا از لحاظ انرژی به نفع اوناست و زمانی که اون دختر نباشه کاملا نبود انرژی اون دختر مشهوده. ولی آیا این به این دلیله که اوکی مثلا این دختر انرژی خوبی داره من حتما باهاش وارد رابطه بشم؟ نه، شاید اصلا تایپش نیست، شاید اصلا به دلایلی نمیخواد که باهاش وارد رابطه بشه، نمیخواد، یا مثلا اون دختر به خاطر اشتباهاتی که داشته جذابیتش رو از دست داده، ولی اون انرژی که داره همچنان هست و تاثیر خودش رو داره میذاره. خب پس هیچ کدوم از اینا دلیل بر این نمیشه که من همینجوری بمونم، ادامه بدم، انرژیم رو برای اون فرد خرج بکنم تا بالاخره اون فرد یک جایی بخواد تصمیم بگیره که با من وارد رابطه بشه و من رو به عنوان پارتنر قبول بکنه. من چند روز پیش حالا این اتفاق یک بار نیست که داره پیش میاد و من خیلی دیدم که دخترها با همچین مسئله‌ای برخوردن. حالا مثلا روی یکی کراش دارم، حتی بهش گفتم که دوستش دارم ولی اون میگه دوست معمولی باشیم. اکسم برگشته میگه دوست معمولی باشیم. با یه نفر خیلی وقت در ارتباطم، اصلا منو جدی نمیگیره، یه رفتاری میکنه انگار که ما رلیم ولی واقعا نیستیم، به من متعهد نیست ولی منو تو زندگیش نگه داشته. اگر بخوایم بحث این که آقا بقیه فرصتاتو شاید از دست بدی و حالا اون آدم حسوده و خودخواه و اینا، همه اینا رو بذاریم کنار، بحث اینجاست که شما باید قدر انرژی که درون وجودتونه رو بدونید. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اون انرژی که داری میدی به یه نفر دیگه و بهت بر نمیگردونه رو میتونی تو زندگی خودت تبدیل به پول بکنی، تبدیل به دستاورد بکنی، تبدیل به روابط دوستانه خیلی خوب بکنی، شغل مورد علاقت رو به دست بیاری و خیلی دستاوردهای دیگه. هر هدفی که توی زندگی داری اون انرژی به همین اندازه مهمه که اگر قراره اون انرژی رو با یکی شیر بکنی چه آدمیه. یعنی من یا انرژیم برای خودمه، یعنی این موضوع رو بچه همیشه به یاد داشته باشید، من انرژی زنانم یا برای خودمه یا به کسی میدمش که چند برابرش رو بهم برگردونه. یعنی من توی موضوع انرژی زنانه باید کاملا خودخواه باشم، حتی اگر که انقدری من عاشق طرفم که نمیتونم ازش بگذرم، ولی اینجایی که بحث انرژی میاد وسط، من حاضرم دلتنگ بشم، گریه کنم، از دوریش بمیرم، ولی جوری نباشم که تو زندگیم نگهش دارم و فقط انرژی بدم ولی انرژی به من بر نگرده. خب اینجوری که بدتر میشه. و اینم بهتون بگم که اوایلشه که فکر میکنید بودن اون شخص توی زندگیتون خیلی خوبه، حتی همین نصف نیمه بودنش، ولی کم کم که میگذره، ذره ذره که میگذره کلافه میشید و همش دنبال اینید که آقا تکلیف منو مشخص بکن، من نمیتونم اینجوری. شاید پیش خودتون، شاید حتی به اون نگیره، ولی پیش خودتون از درون خودخوری میکنید که من اذیتم از این شرایط که نمیدونم تکلیفم توی این رابطه چیه و اون طرف رابطه رو جدی نمیکنه. این موضوع کلافتون میکنه و بالاخره شما باید این تصمیم بگیرید که اگه طرف نمیخواد رابطه رو جدی بکنه، من خودخواهم، یعنی من باید در برابر انرژی زنانم یه خودخواهی و یک خودشیفتگی داشته باشم، چون منم که دارم به تو سود میرسونم. شاید از بیرون اینجوری به نظر نیادا، شاید اینجوری باشه که طرف حتی خودش هم واقعا فکر کنه داره به تو لطف میکنه که هست،
که هرچند اینجوری نیست، اون خودش میدونه تاثیر تو توی زندگیش رو و شاید تو فکر کنی که این داره واقعا من لطف میکنه که هست، داره برام تایم میذاره، یه موقعی منو بیرون میبره، بغل میکنه. دلتو به چی خوش کردی؟ تماما تو داری به اون طرف سود میرسونی و به خودتون باید بیایید هر چه زودتر. اینکه من انرژی زنانم یا برای خودمه یا با کسی شیر میکنم که چند برابرش رو بهم برگردونه یا حداقل همون انرژی رو بهم برگردونه. قرار نیست که من فقط یک چیزی بدم و هیچ چیزی نگیرم، مخصوصا توی بحث انرژی. و اگر که طرف میاد بهتون میگه که دوست معمولی باشیم، تو فقط باش، اما من تعهدی بهت ندارم. حتی خیلی وقتا هست که طرف پارتنر داره و شما همچنان توی زندگیش هستید، هزینه کردنش ولی پارتنرشه، محبت کردنش ولی پارتنرشه و به شما چیزی نمیرسه علنا، ولی شما تو زندگیش هستید و اون انرژی و اعتماد به نفس رو دارید بهش تزریق میکنید. خیلی رو راست باشید با طرف. اوکی، تو میخوای من توی زندگیت باشم بدون هیچ تعهدی. تو میخوای منو توی زندگیت داشته باشی ولی به هم تعهد نداشته باشی. ارتباطتون میخوای حفظ بکنی. اون رک و رو راست این حرفو به تو زده و تو هم خیلی رک باش. چی به من میرسه این وسط؟ به من این وسط چی میرسه اگر که من بدون هیچ تعهدی بخوام که با تو دوست باشم، رفیق باشم، در صورتی که شما اون طرفو دوست دارید و میخواد که وارد رابطه بشید ولی اون گردن نمیگیره. شما هم رک باشید، همونجوری که اون گفته که من گردنت نمیگیرم، من به تو تعهد ندارم. خب چی به من میرسه؟ قراره مثلا ماهی 20 تومن کارت به کارت کنی برای من به خاطر اینکه من توی زندگیتم، به خاطر اینکه باهات در ارتباطم؟ و قطعا اینجا طرف برمیگرده میگه من همین که با تو در ارتباطم از سرتم زیاده، تموم شد و رفت. اوکی، به نتیجه نرسیدیم، خدافظ. به خاطر اینکه باید برای وجود خودتون و این زن بودنتون و وجود انرژی زنانه درون خودتون به خودتون ببالید و مغرور باشید و این رو بدونید که اونه پسر مرده که به وجود تو توی زندگیش احتیاج داره. درسته تو هم به وجود یک مرد دیگه احتیاج داری، ولی مردی که به درد تو بخوره و بتونه اون انرژی رو به تو برگردونه، نه مردی که فقط انرژی رو داره ازت میکشه و میخوره و تو در آخر میخوای مریض بشی، در آخر میخوای کلی مشکل داشته باشی. پس توی این موضوع خیلی جدی باشید، یا خیلی رک و راست برگردید اینو به طرف بگید، یا بدون اینکه چیزی بگید اصلا کلا اون ارتباط رو تموم بکنید. و توی همچین روابطی سعی کنید که نرید بعد از آگاهی به این موضوع شما باید واقعا یک خودشیفتگی داشته باشید به خاطر فقط همین زن بودنتون، به خاطر اینکه زن خلق و خالقه. مصاحبه آنوشا رو داشتم میدیدم که یک جایی ازش پرسیدن که دوست داری اگه یه بار دیگه به دنیا می اومدی دوست داشتی پسر باشی، دوست داری پسر باشی یا دختر مثلا تو زندگی بعدیت؟ و میگه که دختر، به خاطر اینکه زن خلق و خالق، ماهیت زن پرورش دهنده است و متاسفانه خیلی از دخترامون هستن که دارن حسرت جنسیتشون رو میخورن و میگن که چرا ما پسر به دنیا نیومدیم، در صورتی که قدر این نعمتی که دارن رو نمیدونن و نمیدونن که واقعا چه در گرانبهایی رو در اختیار دارن، اما استفاده درست رو ازش تو جای درست نمیکنن. همین دیگه. اگه دوست دارید که راجع به انرژی زنانه صحبت بکنیم توی ویدیو بعدیمون و اینکه چطور فعال سازیش بکنیم، چطور سطح انرژی زنانمون رو بالاتر ببریم و کیفیتش رو بالاتر ببریم که بتونیم به دستاوردهای زیادی برسیم، حتما زیر این ویدیو برام بنویسید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، چنلمون رو سابسکرایب بکنید. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید، قدر انرژیتون رو بدونید و خداحافظ.